خب آذین زنگمو زد من برم سراغش. با در کامرا میخوای توضیح بدی این رینگ چیه؟ از آره. آره میشه. باید دوربینو اینجوری بگیرم وقتی ولاگ میکنم. آره. اینجوری نگاه کنم. دقیقاً. اینا اینجوری خیلی دوست دارم. لیت شده اینجوری باید ولاگ بگیرم. The next morning. چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه این ویدیو رو دارید می‌بینید به کانال من خوش اومدید. اسم من نویده و الان تقریباً 15 یا 16 ساله که توی شهر تورنتو کانادا دارم زندگی می‌کنم و یه چند سالی میگذره که همیشه این ایده رو دوست داشتم که یه کانال یوتیوب بسازم و تو اون کانال راجع به مسافرتام، تجربه‌های کاریم، تجربه از زندگی توی کانادا و چیزای مختلف زندگیم صحبت بکنم. ولی خب همیشه انقدر درگیر کار و این چیزا بودم هیچ وقت وقتش نداشتم. ولی خب الان یه تقریباً 2 سالی میشه که از خونه کار میکنم و این باعث شده که خیلی وقتم آزادتر بشه تو روز. معمولا تو شغلای قبلی مثلا همیشه بعد یکی 2 ساعت صبحمو میذاشتم واسه اینکه برسم به سر کار و یا مثلا 2 ساعت دیگه هم که مثلا برگردم خونه. همیشه میگفتم بین ساعت 9 تا 5 بیشتر کار نمی‌کنیم، ولی هیچ موقع ساعت 5 آف نمی‌شدیم. کسایی که کار اداری میکنن دقیقاً میدونن که من دارم چی میگم. معمولا مثلا یه اتفاقی میفته یا مثلا کارا طول میکشه یا مجبور میشدیم که اضافه وقت کار بکنیم. گفتم چرا این ایده رو شروع نکنم؟ حالا که وقتم میذاره بازتر شده، خب میتونم اون کاری که دوست داشتم واسه یوتیوب رو انجام بدم. حالا اگر کسی هم دنبالم کرد یا مثلا ویدیوهامو دید، خب چه عالی، خوش اومدید. و این لابلا هم حالا اگه سوالی چیزی داشتید یا اگه دوست داشتید راجع به چیز خاصی صحبت بکنم، حتما به من بگید که واسهتون ویدیوشو بگیرم. امروز نمیدونم چقدر میتونید توی پنجره و ویدیوهای قبلی که واسهتون گرفتم ببینید، ولی هوای تورنتو وحشتناک دودی شده به خاطر آتش سوزی‌های جنگلی سالانه است که اتفاق میفته. امروز می‌خواستم قهوه‌مو توی بالکن بخوریم با هم دیگه، درونو بهتون نشون بدم، میذاره از هوا این چیزا رو روش صحبت کنم. ولی اصلا چشامو که باز کردم آسمون نارنجی بود و من بچه اهوازم. اونایی که جنوب کشور هستن میدونن که اهوازم خیلی وقتای سال هوا گرد و خاکی و دقیقاً همین وایبو داره. واقعا یه لحظه اصلا فلش بک زدم، یاد اهواز افتادم، چون اون موقع یادم مثلا صبح بیدار میشدیم می‌خواستیم بریم مدرسه، مثلا یه هوا گرد و خاک بود، نارنجی میشد آسمون، مثلا می‌خواستیم بریم بیرون، چشم مثلا تا چند متر جلوتو به زور میدید و این حرفا. تصمیم گرفتم که قهوه‌مو کنار کارم بزنم. بالکن امروز کنسل شد. برنامه واسه امروز اینه که اول کارمو جلو ببرم، چون صبح معمولا یه ذره سرم شلوغه، کار خودم یه ذره پیش ببرم، خدمت بکنم سرمو که بتونم به چیزای دیگه برسم. بعد از کار اگر بشه که یه سر حتما میرم باشگاه ساختمونمون یه ذره ورزش بکنیم. بعد از ورزش هم که خب حالا ببینیم چی پیش میاد، برنامه چی میشه. احتمال خیلی زیاد دارم آشپزی بکنم. معمولا من از آشپزی خیلی لذت میبرم و واسه همین سعی میکنم بیشتر از هر چیزی خونه آشپزی بکنم و غذا رو خونه بخورم تا اینکه بخوام از بیرون سفارش بدم که بیارن. من برنامه خاصی ندارم، ولی شاید حالت ماکارونی ایرانی درست کنم. اونم بستگی به آذین دوست دخترم داره که با هم یه زندگی میکنیم. اگر هوس کرده باشه که حتما یه ماکارونی درست میکنم که کنار هم بزنیم. پس برو بریم فعلا به کار برسیم، حالا تا بعد که یه ذره دیگه بیشتر با هم صحبت کنیم و آشنا بشیم.
خب سر کار یه ذره خلوت کردم. الان وقتش که بریم باشگاه. لباسامو پوشیدم، آمادم که برم. فکر کنم 2 ساعتی درگیر کار بودم. تقریبا ساعت 10 صبح بود وقتی داشتیم صحبت می‌کردیم. الان طرفای 12 و نیمه. اگه خلوت بود سعی می‌کنم واسه یه ذره فیلم بگیرم که شما باشگاه پایین رو ببینید. ولی بزرگ نیست، ولی خب به اندازه کافی دم و دستگاه داره که بتونین کاراتو بکنیم. بریم پایین ببینیم چه خبره. اگه تونستم بهتون حتما نشون میدم، اگه نه که تا بعد جیم می‌بینمتون. Ground floor. Have a good day. خب بچه‌ها امروز مثل که جیم خالیه. هیچکی اینجا نیست. همونجوری که می‌بینید کل باشگاه واسه خودمونه. ولی انقدر بیرون هوا بده و دود تو آسمون جمع شده، کل راهروها و کل محوطه‌های ساختمانمون بوی دود میده کامل. یعنی با اینکه در و پنجره همه چی بسته است، اینجا رو بوی دود برداشته. خب امروز روز شولدر واسه من، قراره روی شونه‌هامون کار بکنیم. معمولا یه 5-6 تا ورزش مختلفو دارم، هر کدوم یه 3 تا ست میزنم. بعدش که اگر حال مون یه ذره انرژی داشتم، یه ذره تردمیلم میزنم که دیگه کاردیومون هم انجام داده باشیم. بچه‌ها من چای پاد گوشیمو یادم رفت بیارم. مجبور شدم رو قمقمه آبم بزنم شما رو، ولی احتمال زیاد اوکی باشه. با دمبل 5 پوندی قراره گرم بکنم خودمو، یه ذره ورم آپ کنیم. بعدش ورزش‌های اصلیمون رو شروع می‌کنیم. بزن بریم که کار زیاد داریم. اینا قراره 3 تا ست بزنم تا گرم بشه. خب بچه‌ها من چون حافظه گوشیم داره پر میشه نمیتونستم همش رو رکورد کنم، ولی این ورزشی که الان بهتون نشون دادم و 3 ست زدم واسه اینکه گرم بکنم. آمادم که برم سراغ ورزش اصلی. ست بعدیم تمام شد، دارم سراغ ورزش بعدی. ولی یه چیزی بگم اینه که اگه دارید این ویدیو رو می‌بینید، مهمه که بگم که من تا حالا نه مربی داشتم نه اصولی اونقدر بلدم. ورزشی هم که میکنم چون تا حالا از این اون تو باشگاه نگاه کردم یا ویدیو دیدم خودم یاد گرفتم. پس اگه چیزی متوجه شدید که دارم اشتباه میزنم بهم بگید که حتما بتونم فرممو درست کنم. ولی اگه خودتون هم بلد نیستید حتما حواستون جمع باشه. ورزش بعدی میتونم این میزنم واسه اینا 3 ست میزنم. ورزش بعدی میبینم بهتون که بعدی هم بهتون نشون بدم. نمیخوام دیگه خیلی حرف بزنم. ببین اون حرکتی که داشتم بهتون نشون میدادم 3 ست شام شد. الان دارم ورزش بعدی رو میزنم. کاری که میکنم اینه که این صندلی رو اینطوری خوابونمش، بعد با سینه روش دراز میکشم و واسه پشت شونه همون حرکت پروانه‌ای یا باترفلای میزنم. دلیل این که هم که انقدر زیاد شونه واسه پشتش حرکت میزنم اینه که جلوی شونه معمولا ساده، یعنی آسون در میاد. پشت شونه نه، خیلی طول میکشه. واسه همین همیشه مثلا 2-3 برابر چیزای دیگه پشت شونه رو میزنم. نیاز نیست اصلا خیلی سنگین بزنی اینو، فقط بتونی تو فرم درست بزنی. من با 10 پوند راحت میتونم بزنم. همین 3 ست ادامه میدم، میبینمتون واسه بعدی. خب ورزش قبلی هم تمام شد. تقریبا 2 تا دیگه مونده، جفتش نشسته است. میشینم یکیشو دنبال صاف میارم بالا، ازش بعدش هم اینجوری میرم. اینی که اینجوری میرم بالاتر رو سنگین‌تر میزنم، اینی که اینجوری از پایین میام بالا رو سبک‌تر.
که تمیز بکنه، قرار جارو برقی اینا بکشه، خیلی ممکنه شلوغ باشه. واسه همین نمیتونم بیشتر از این فیلم بگیرم، ولی بعد از تردمین میبینمتون بالا. هم قرار جارو بزنه. بچه‌ها من کارم با وزن‌ها تمام شد، ولی به تردمینم نرسیدم. مستخدمه که اومده بود تمیز کنه می‌خواست تردمینا رو دستمال بکشه و اینا، هم جارو بکشه جارو برشه، واسه همین صداش رو میشنوید. نتونستم من رو تردمین احتمالاً باید شب برگردم تمامش کنم. میرم بالا سری که نهار رو بپزم و یه حمامی بکنم. خب رسیدم بالا، ولی به این نتیجه رسیدم که فعلا حموم نکنم، فقط دست و صورتمو شستم با صابون. اونم به خاطر اینکه قراره برم پایین تردمینمو تمام کنم، کاردیومو بزنم. از همین منظر من الان پوینتی نره که بخوام برم حموم بکنم. یعنی بزنم چون فقط وزن زدم، خیلی عرق نکردم. ولی بزنم بریم واسه آشپزی. بعد اول گوشت شرخی رو سرخ کنم، بعدش ماکارونیو بزنم، یه ذره جوش بیاد تو آب. این آشپزی من یه ذره منطقه بردیه، یعنی کسی داره درست بهم یاد نداده، ولی خودم یا از یوتیوب ویدیو دیدم یا مامانم و اینا رو موقع آشپزی نکردم، سعی کردم ازشون یاد بگیرم. سبزیان چاپ شد. گوشتم واسه ادویجاتش بهش زردچوبه، فلفل سیاه، نمک، این یه بلند سبزی‌های مختلفه بهش میگن ایتالیانو. یه ذره روش پاپریکا میریزم. روغنم آووکادو اویل استفاده کنید که یه ذره واسه سلامت بدن بهتر باشه تا روغن حیوانی یا هر چیز دیگه. بعد یه قاشق کافیه. زردچوبم الان یه ذره عرق پیازام میزنم بعد از این گوشت اضافه کنم. فلفل سیاه و نمک با همین الان روش میزنم. بچه اگه احساس کردید کف مایتابتون داره طعم میگیره، به جای اینکه روغن بیشتر بهش اضافه کنید که غذاتون خیلی چرب بشه، یه کوچولو میتونید آب اضافه کنید. آب همینجوری اضافه میکنم، باعث میشه که نسوزه. پاپریکا یه ذره زردچوبم رو بریزم. این مرحله تمام سبزیجاتمون بهش اضافه میکنم که اون مزه و بو سبزیام توی خورد گوشتم بره. هم با هم میریزم، اصلا نیاز نیست که یکی یکی. اصل قضیه داشت یادم میرفت، ته‌دیگ سیب زمینی. تقریبا تا اینجا میشه مثلا 250 گرم ماکارونی که من استفاده میکنم واسه 2 نفر آدم. میذارم به آبش نمک اضافه میکنم. خب گوشتم آماده است که بهش رب رو اضافه کنم. ببین واسه اینکه ته نگیره یه ذره از آب ماکارونی رو بهش اضافه میکنم، بهش که آب سرد بریزم، اینجوری خوشمزه تر هم میشه. یه کوچولو نمک اضافه هم من روی میریزم، چون همیشه اینطوری که پیش میرم یه ذره کم نمک میشه، آخرش باید اضافه کنم. بچه‌ها دوربین رو یه ذره جابجا کردم که بهتر ببینید. گوشتم کامل پخته،
ماکارونی هم آماده است. کن کامل قشنگ نرم شده. وقتش که دیگه اضافهش کنم به گوشت. آبشو کامل گرفتم. با گوشتم میکس میکنم بعد برمیگردم کارم. وقتش که ایتالیانا رو رد کنیم. ایران شما میتونید آبیشن هم بزنید. فکر کنم توی این آبیشن هم داره. تقریبا اصلا همون بو رو میده. درکش هم درست کردم با یه پارچه. یه مثلا در حد 2 دقیقه با زیر حرارت بالا، بعدش حرارت میارم پایین رو به متوسط. خب یه 35 دقیقه گذشت. فکر کنم غذا آماده است. به به عجب ماکارونی شده. بچه اینم ماکارونی که من امروز پختم، ولی دسته گل به آب دادم. تعلیقام حسابی سوخته. سس تندم اینجا ردیف. اینم غذای آزی. سیب زمینی هایمون هم سوخته. آره دیگه It's okay. خود ماکارونیش اوکی در اومد، خوشمزه در اومده، ولی این تعلیقاش واقعا دوست داشتم بذاره بهتر بشه ولی نشد. حالا دفعه بعد. اینم از غذای امروزمون. اولین بایتش ببینیم چجوری میشه. ماکارونیش عالیه. نمک و فلفلش همه چیش هم خوبه. میگم تنها ضد حالش فقط همین تعلیقاش بود که هم سوخت. فکر میکنم زیرش زیاد کرده بودم. دفعه بعدی یه ذره کمتر میکنم حرارتشو. احتمالاً اوکی در بیاد. جاتون خالی. بچه‌ها امروز یه ذره بیشتر از چیزی که بعد کار میکردم کار کردم. الان ساعت 6 عصر. یه مثلا یه رو به پیش سر کارو دیگه لپتاپمو خاموش کردم. برنامه اینه که همون بکنم و آماده شم و برم خونه سینا که از دوستام. اونجا قراره با چند تا از دوستای دیگه‌مون جمع بشیم و یه ذره یا به جایی بزنیم، یه ذره بازی کنیم، ایکس باکس بزنیم و این چیزا. ما معمولا با دوستای پسرمون هر چهارشنبه برنامه پسرانه داریم، یا خونه مثلا من، خونه سینا، یا مثلا پارکی جایی این ور میریم یه ذره چیل میکنیم، وقت میگذرونیم با هم دیگه. آخر شب هم یه رستورانی چیزی. خب آماده شدیم که بریم سمت سینا. Parking level 2. Holland resident. آرا چطوری؟
ساعت 12:30 شب دیگه دارم میرم خونه بچه‌ها. ببخشید دیگه نتونستم پیش دوستان بودم فیلم بگیرم، گفتم معذب نشن، ولی خیلی خسته شدیم. یکی از دوستانم از آمریکا اومده بود اونجا مدرسه پزشکی درس میخونم، هر از گاهی میاد تورنتو سر میزنه. انتظار نداشتم بیاد، اصلا خبر نداشتم تورنتو، ولی خب دیگه یه دفعه اومد و کلی خوشحال شدیم با بچه‌ها دور هم دیگه بودیم شام می‌زدیم دیگه. واسه امشب فکر نمی‌کنم فیلم دیگه بگیرم، ولی دمتون گرم که تا اینجا رو دیدید، خیلی حال دارید. حالا این اولین ویدیوم بود، حتما بازم کلی ویدیو میگیرم که با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم و دور هم کلی حال بکنیم. دمتون گرم، شبتون بخیر، میبینمتون فعلا.